قرمه و پلو خورده خسته شدیم. کم کمک هوا سرد شده میره. این تو آش سوپ مزه میده. اگر این رو تیار کنید براتون قول بودم دیگه هیچ آش رشته را سیل نمی کنید. پیازتون کلان کلان ریزه کنید. زردچوبه، مرچ سرخ، مرچ سیاهتون هم اضافه کنید. بعد از سبزی ها چه چیزایی میشه؟ پالک، گندنه، شبت، جعفری کلگیش رو ریزه کنید. اضافه کنید. آب جوشتون هم پرتین. کمکی هم نمک میگذاریم تا این خوب سبزی رنگ خود پس بده و پیاز سبزی نرم شوه. بعد از لوبیا، نخود، عدس پخته کنید و از شب تر کنید، پخته کنید، اضافه کنید. من مقدار آرد همراه آب سرد حل کردم، به آش اضافه کردم چرا که یک لعاب خاص میده. اینجا ما سیر داغ کردیم، کمکی هم نعنا میندازیم. ببینید دیگه اصلا حرارت نمیدم چون که نعنایتان میسوزه. سیر و نعنا بود. اینال براتون میگم ایره چی میکنید که مزهش یک مزه خاص میگیره. پیاز داغ ما چی رقم جور کردم؟ پیازا رو نگین یا چارکن ریزه کردم. بعد از اون زردچوبه زدم. حتما زردچوبه بزنید که یک رنگ عالی میگیره و طعم خوشایند. یک 2 قاشق از پیاز داغ اضافه میکنیم و سیر داغ و نعنا داغی که جور کردیم یک 2 قاشق ازی. اینمی آشتان مزهش خیلی خوبش میکنه. رشته های آشتان اضافه کنید. من سالم انداختم. خوش داشتید شما میده کنید. توپق زدم. سیف کنید چه یک رنگی گرفت. جای کلگیتان خالی. حتما تیار کنید.